إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. چند است که سخنی ما درباره موسی علیه السلام می رود. در برنامه گذشته ذکر کردیم که چگونه خداوند او را نجات داد با همراهی بنی اسرائیل از فرعون و لشکریانش، و خداوند فرعون و لشکریانش را در بحر غرق کرد. بنی اسرائیل این را دیدند. وقتا که بحر را گذشتند، از نزد قومی گذشتند که آنها بتی را می پرستیدند که در شکل گوساله بود. و موسی علیه السلام گفتند برای ما خدای مثل خدای آنها بساز. الله اکبر. آنقدر هم نگذشته است که خداوند شما را نجات داد و شما خدای دیگری می خواهید؟ گفت شما قومی نادانی هستید. موسی علیه السلام در راه می رفت. در صحرای سینا همراه بنی اسرائیل به موعدگاهش می رفت تا با خداوند سخن گوید. این یک موعد بین او و خداوند بود. در بالای قومش بنی اسرائیل هارون علیه السلام را جانشین خود گذاشت، برادرش را. گفتند که یک ماه پره روزدار بود پیش از آن که با پروردگارش روبرو شود. آن ماه ذوالقعده بود. سپس خداوند به او گفت تا 10 روز دیگر روزه بدارد. سپس 10 ماه ذوالحجه رسید و او رفت تا با خداوند ذوالجلال صحبت کند. نزد همان کوه خداوند به او تخته ها داد که در آن تورات را نوشت. با خدا سخن گفت، وصیت‌های، حکمت‌های، عبرت‌ها و حکم‌ها را برایش داد. بعد از آن که با خداوند سخن گفت، موسی علیه السلام خواست این که خدا را ببیند. هرگاه که آوازش را میشنید میخواست او را ببیند. موسی علیه السلام گفت خود را به من نشان بده تا نگاهت کنم. میخواهم تو را ببینم ای خدا. خداوند ذوالجلال گفت ای موسی، در این دنیا هیچ کس مرا نمی‌بیند، لیکن اهل ایمان در جنت مرا می‌بینند. گفت پروردگارا میخواهم به تو نگاه بکنم. گفت ای موسی به این کوه نگاه کن. در نزد موسی یک کوه بزرگی بود. گفت کمی از نوری تجلیم به این کوه نشان میدهم. وقتا که این کوه دیداری مرا تحمل کرد، تو نیز میبینی. خداوند کمی از نوری تجلیش را به کوه نشان داد. کوه به لرزه در آمد، به خاک مبدل گشت. وقتا که موسی علیه السلام این منظره را دید از هوش رفت و سپس به هوش آمده گفت پاک هستی تو و من به سوی تو توبه میکنم. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. این کوه وقتا که خداوند نوری تجلیش را نشان داد، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. من اولین کسی هستم که مسلمان شدم و به تو ایمان آوردم ای پروردگار. سپس خداوند از او پرسید برای چه قومت را ترک کردی ای موسی؟ گفت آنها همه در راه منند و من به سوی تو زود آمدم تا تو راضی شوی. گفت ای موسی قومت به فتنه گرفتار شدند، به سوی آنها بازگرد. موسی علیه السلام برگشت، در دستش تخته ها بود. به سوی قومش آمد تا ببیند که چی روی داده است. دید که بعضی از قوم از گوساله را غیر از خدا می پرستند. آنجا مردی با نام سامری بود. آنها را مکر کرد، به آنها خندید و تیله هایی که از قوم فرعون گرفته بودند آنها را جمع کرد و از آنها گوساله ساخت و امرشان کرد تا آن را غیر از خدا عبادت کنند. این گوساله را شمال از یک طرفش در آمده و از طرف دیگرش می برآمد که آواز مثل یک آواز گاو بود. آنها گفتند این خدا است، حتی که بعضی ها گفتند که این خدای موسی است و او فراموش کرده است و رفته است تا به خدا سخن گوید، در حالی که خدا نزد ما است. به این جهل و بیعقلی نگرید. موسی علیه السلام آنها را دید که گوساله را عبادت میکنند و در گرد آن رقص میکنند و موسیقی مینوازند. آن تخته ها را از قهر و غضب به زمین انداخت. سپس به سوی برادرش هارون آمد. گفت ای قوم این چی کار است که کرده اید؟ چرا چنین کرده اید؟ چرا سرکشی خداوند کرده اید؟ تخته ها را پرتافت، از ریش برادرش هارون گرفت و او را کشاله کرده گفت ای هارون
ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ترسیدم ای موسی اینکه آنها را از این چیز منع کنم و بنی اسرائیل به گروه ها تقسیم شود و شاید یگان کار دیگر رخ میداد و بعد مرا ملامت میکردی ای موسی. گفته قوم چرا چنین کردید؟ کی شما را فریب داد؟ کی کاری کرد که تا شما گساله را به غیر از خدا بپرستید؟ و موسی علیه السلام گفته شد او یک مردی است. کیست او؟ گفتند او مردی است که نامش سامری است. کجاست وی؟ سامری را نزد موسی علیه السلام دعوت کردند. گفتند بیا ای مرد، موسی علیه السلام تو را میخواهد. موسی علیه السلام او را نزد خود خواند و از او پرسید چرا این کار را کردی ای سامری؟ قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. چرا این را ساختی ای سامری؟ چرا این کار را کردی؟ گفت وقتا خداوند فرعون را هلاک کرد جبرائیل را دیدم به اسب سوار بود. یک چیزی از نشانه های اسب او گرفتم، سپس چیزی دیگر زم کردم تا به صورت گساله شد. و مردم از طیلاهای فرعون با خود گرفته بودند، از آن طیلاها گساله ساختم و خود میبینی که عبادتش میکنند غیر از خدا. سپس از آثار آن فرستاده که جبریل علیه السلام بود زم کردم و از آن صدا می برآمد. مردم را گفتم این خدای شما است غیر از خدا. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. این هنگام عذاب بر سامری نازل شد و او گفت ای سامری در این دنیا آنچنان زندگی میکنی که کسی همنشینی تو نمی شود و نه تو همنشینی کسی می شوی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اما وعده حقیقی برای عذاب تو ای سامری نزد خداوند است. وإن لك موعدا لن تخلفه وهذا العجل. و این گساله‌ای که به غیر از خدا پرستش می شود من او را آتش می زنم، سپس آن را به بذر می پرتایم تا آثار کارت را ببینی. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله. اله و پروردگار حقیقی تنها خداوند ذوالجلال است. سامری از آن جا رانده شد و نگذاشتند تا کسی را برسد یا اینکه کسی او را برسد. سپس موسی علیه السلام برگشت و آن تخته های پرتافته اش را برداشته به بنی اسرائیل گفت سزای کسی که گساله را پرستیده است این است که باید کشته شود. بنی اسرائیل همدیگر را میکشند. آنها هزارها نفر بودند، آنهایی که گساله را میپرستیدند. موسی علیه السلام به آنها گفت ای قوم خداوند ذوالجلال میخواهد شما توبه کنید و توبه شما این قتل است. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صبح فرا رسید. به دست کسانی که گساله را نپرستیده بودند شمشیر بود. آنها هزاران مردم را کشتند در یک روز، آنانی را که گساله را پرستیدند. اما بقیه آنها، آنانی که دیدند گساله پرستی را و خاموش ماندند، موسی علیه السلام از بین آنها 70 مرد را اختیار کرد. 70 نفر را جدا کرد که از همه بهترینان قوم بودند. مردانی صالح بودند، عابد بودند. با آنها گفت بیایید همراه من به نزد کوه برویم و خداوند را عبادت کنیم و از او طلب آمرزش کنیم تا شاید خداوند توبه ما را بپذیرد.
موسی علیه السلام همراه آنها به سوی کوه رفت. ناگاه موسی علیه السلام از نظر آنها ناپدید شد. مردم او را ندیدند. با خداوند صحبت میکرد و آن 70 مرد از خداوند طلب مغفرت میکردند، دعا میکردند، او را زاری و تولا میکردند، حتی که خداوند آنها را بخشید. بعد از آن که موسی علیه السلام با خداوند صحبت کرد، نزد آنها برآمد. آنها یک طلب دیگری کردند. بنی اسرائیل چه قصه ای دارد؟ هرگاه که خداوند آنها را میبخشید، می آمدند باز گناه بزرگتری انجام میدادند. آیا میدانید چی طلب کردند؟ آن 70 عابد، آن 70 پرهیزگار از خداوند یک چیزی عجیبی خواستند. از موسی خواستند. با او گفتند ای موسی، به تو ایمان نمی آریم مگر به یک شرط. بعد از آن همه چیزی که شنیدید، خواندید و آن معجزه های آشکاری که دیدید، باز چی طلب دارید؟ گفتند می خواهیم خداوند ذوالجلال را ببینیم وگرنه به تو ایمان نمی آریم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. این هنگام آن 70 مرد را زمین زیر پایشان به لرزه درآمد و از آسمان رعد و برق شد و آنها همه هلاک شدند. آن 70 مرد همگی هلاک شدند. موسی علیه السلام خداوند را دعا کرد تا آنها را دوباره زنده کند. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هكذا بنو إسرائيل. بنی اسرائیل چنینند، از معجزه به معجزه دیگر، از یک برهان قاطع تا برهان دیگر ایمان داشتند و پس از آن دوباره کافر می شدند. چه روزهای نکشید موسی علیه السلام با بنی اسرائیل. سپس موسی علیه السلام با آن 70 مرد به سوی بنی اسرائیل برگشت، همراه با معجزه هایش که دائما به قومش بنی اسرائیل نشان میداد. موسی علیه السلام با بنی اسرائیل در صحرای سینا به سوی بیت المقدس رهسپار شد، به سوی سرزمینی مقدس، سرزمینی با برکت. وقتا که به بیت المقدس رسید با بنی اسرائیل با آنها گفت در این سرزمینی با برکت داخل شوید. این سرزمینی مقدس که خداوند برای شما واجبش گردانیده است و برای اهل ایمان و برای یکتاپرستان. بنی اسرائیل به موسی علیه السلام چگونه جواب دادند که آنها در نزدیکی های بیت المقدس قرار داشتند؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اینجا یوشع ابن نون سخن گفت و مؤمنان آل فرعون نیز سخن گفتند. به قومشان خداوند ذوالجلال را یادآوری کردند، به خدا ترسی، به اطاعت و فرمانبرداری، و آنجا قومشان با تمام احمقی و نادانی جواب دادند. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. یک بی‌ادبی نسبت موسی علیه السلام بود. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موسی علیه السلام از خداوند ترسیده گفت پروردگاری من بجز خود و برادرم چیزی دیگر ندارم. بین ما و بین قوم‌های فاسق جدایی انداز. خداوند ذوالجلال گفت قال فإنها محرمة عليهم. خداوند بیت المقدس را برای آنها به مدت 40 سال حرام کرد تا اینکه یک فتره دیگری آمد. 40 سنة يتيهون في الأرض. در صحرای سینا سرگردان می شوند. نمی دانستند چگونه از آنجا برآیند. هرگاه به مسافه چند روزه را طی می کردند باز به همان مکان اولشان بر می گشتند. سرگردانی با مدت 40 سال. سپس بعد آن دوباره برای آنها حلال شد. در این مدت سرگردانی در این صحرای سینا حادثه ها و کارهای بسیاری به وقوع پیوست. خداوند ذوالجلال بعضی آنها را یادآوری کرده است.
با وجود آنکه آنجا صحرا بود، خداوند برای آنها طعام با نام من فرستاد که یک چیزی خوشمزه و شیرینی بود که از آن نان میپختند، و سلوا نیز فرستاد، یعنی پرنده به نزد آنها می آمد در همه وقت با تمام آسانی از آن هر چی که میخواستند میخوردند. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بلکه آب را نیز به آنها داده بود. موسی علیه السلام با عصایش به سنگ زد و از آن 12 چشمه آب پیدا شد. برای هر یک قبیله از فرزندان یعقوب چشمه خاصی بود. میخوردند، می نوشیدند و با این وجود نزد موسی علیه السلام آمده گفتند: از پروردگارت برای ما بخواه تا بحر ما از زمین، از آن چی زمین میرویاند بیرون آرد، از ترش و از بادرینگ، از گندم، از عدس، از پیازش. در هر چیزی با موسی علیه السلام مجادله میکردند 40 سال. اما موسی علیه السلام آنها را صبر میکرد و آزار و اذیت آنها را تحمل میکرد. در روزی از روزها مردی بای در صحرای سینا کشته شد. جسمی بیجان این مردی بای را یک روز هنگامی صبح یافتند. هرچند قاتل را میجستند اما نمیافتند. به سوی موسی علیه السلام رفتند، گفتند: ای موسی، از پروردگار خود بخواه تا از کشنده این مرد به ما خبر دهد. خدا را دعا کرد. موسی علیه السلام نزد آنها آمده گفت: خداوند شما را امر میکند تا گاوی را بکشید. یک گاوی بکشید، کدام گاوی که نباشد. قالوا اتتخذنا هزوا. ما به تو میگوییم که این مرد را کی کشته است؟ تو میگویی گاو را بکشید. آیا این یک مسخره است؟ آیا این مزاح است؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. سپس وقتا که قانع شدند به این چیز، به نزد موسی علیه السلام آمده گفتند: از پروردگارت بپرس تا آن را برای ما معین کند. هر گاوی که میخواهید بکشید. لیکن جدال و سرکش که بودند چنین میکردند. گفت: همانا خداوند میفرماید که وی گاو نه پیر و نه جوان، نه خرد و نه کلان، میانه است در میان این و آن. پس آنچه فرموده شدید بکنید. برای خودشان مشقت خواستند، خداوند برای آنها مشقت داد. گفت: رنگش چگونه است؟ گفت: همانا خداوند میفرماید که وی گاو زرد است، رنگش نیک زرد است، آن گاو بیننده را خوشنود میکند. هر گاوی را به این صفات بکشید. باری سوم آمدند. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هیچ گاوی برای آنها متشابه نبود، لیکن این یک سرکشی بود، کیبر بود. گفت: همانا خداوند میفرماید که وی گاوی مهنت کشنده نیست که زمین را بیراند یا زراعت را آب نمیدهد. سلامت است، در وی هیچ خالی نیست، هیچ علامتی ندارد. گفتند: الحال سخن درست آوردی. از نزد یک یتیم یافتند. او با وزن همان گاو از آنها طلا طلب کرد. و او دادند و آن گاو را ذبح کردند. موسی علیه السلام گفت: از استخوانان این گاو بگیرید و با این مرده را بزنید. و آن میت را زدند. زود از جایش خیست. و سوی قاتلش اشاره کرد که او فرزندی برادرش بود. خداوند مردگان را چنین زنده می کند. حادثه های بسیاری رخ داد در آن صحرا در 40 سال، حتی که وقتی وفات موسی علیه السلام نزدیک شد. پیش از او برادرش هارون علیه السلام وفات کرد. سپس وفات او نزدیک شد. خداوند را دعا کرد تا او را در نزدیکی های بیت المقدس میراند. و فعلا خداوند او را به مسافه پرتاب سنگ از بیت المقدس میرانید و آنجا گرانیده شد. حتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته است: اگر میخواستم هر آینه مکان او را نشانتان میدادم. در یک طرفی راه نزد قصیب احمر، در صحرای سرخ نزد قصیب احمر است. آنجا موسی علیه السلام دفن کرده شد و صفحه از صفحه های پیامبران پوشیده شد. در آن صحرا یک واقعه با موسی علیه السلام و با مردی که نامش خضر است روی داد. آن را در برنامه آینده خواهیم گفت. موسی علیه السلام وفات کرد و نزد بنی اسرائیل گرانیده شد و این حالا تمام نشده. بعد قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بعد از
وفات موسی علیه السلام خداوند به بنی اسرائیل نبیها و رسولان فرستاد که بعضی عدد آنها را به هزارها گفتند. هیچ امتی نیست مگر اینکه برایش بیم دهنده فرستاده ایم. بلکه خداوند برای بنی اسرائیل نشانه ها و حادثه های عجیب و غریبی کرده است. از جمله آن حادثه ها این است که یکی از قریه های بنی اسرائیل که عددشان به هزارها می رسید، خداوند برایشان بلای وبایی را فرستاد. این بلا به آنها نازل شد و آنها را یک یک از بین می برد. بسیاری از آنها از آن قریه فرار کردند. بعضی ها عدد آنها را 8000 نفر گفتند، بعضی ها گفتند 30000 نفر بودند. از آن قشلاق فرار کردند تا از وبا نجات یابند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هرگاه از وبای در شهر شنیدید از آنجا فرار نکنید. هزارها مردم از آنجا فرار کردند. به یک وادی کلانی آمدند. ملک الموت آنها را ندا کرد. به همه آنها گفت بمیرید. همگی وفات کردند. خداوند از آنها کسی را باقی نگذاشت، نه زن، نه مرد، نه خرد، نه کلان. همگی وفات کردند. سالیانی دراز در چنین حالت ماندند. هیچ کسی به این وادی نزدیک نمیشد. از هزارها نفر چیزی جز استخوان‌های پوسیده نماند. هزارها نفر طامه پرندگان و درندگان شدند، اما از آدمان کسی به آن وادی نزدیک نمیشد. خداوند در آن زمان به آنها نبی با نام حزقیل فرستاد. این نبی به آن وادی آمد، به مردگان نگاه کرد، به استخوان‌ها نگاه کرد. خداوند به این نبی گفت آیا می‌خواهی آنها را زنده ببینی؟ آیا می‌خواهی آنها را دوباره برگردانند؟ گفت بله ای پروردگار من، می‌خواهم این را. گفت ندا کن به آنها ای حزقیل. پس به آن استخوان‌های پوسیده ندا کرد. گفت ای استخوان‌های پوسیده، پوشیده شود به هر استخوان آن چیزی که داشت. این هنگام همه استخوان‌ها جمع شدند. گوشت‌ها و استخوان‌ها را پوشیدند. تمام پیوندها و پوست‌ها و عصب‌ها همگی به طور کامل یک بدن شدند. سپس دوم باره به آنها ندا کرد. نبی خدا حزقیل گفت ای جسدها برخیزید. آنها همه برخاستند. همه اشان خداوند را تکبیر و تسبیح و حمد خدای ذوالجلال را میکردند. گمان کرده بودند که روز قیامت برپا شده است. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. از مرگ می گریختند اما مرگ آنها را پیشواز گرفت. سبحان ربی. خداوند میگوید اگر از مرگ فرار کردی او تو را پیشواز میگیرد. هزارها نفر از آن قریه فرار کردند از ترس بیماری، اما نمیدانستند که آنها را مرگ انتظار است. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خداوند ذوالجلال نشان می‌دهد که چی فضلی برای مردم دارد. ببینید که چگونه آنها را زنده کرد. آنها دوباره به سوی قریه اشان برگشتند. این چون معجزه برای این نبی بود و یکی از نشانه های خداوند ذوالجلال برای این نبی و بنی اسرائیل بود. انبیای بنی اسرائیل بسیارند. در برنامه آینده با خواست خداوند ذوالجلال از مردی با نام خیزر سخن میگوییم. خیزر آیا او نبی است یا اینکه او مردی صالح است؟ قولی درست آن است که او از انبیای خداوند است. چه قصه ای دارد این مرد؟ خداوند چه معجزه های برای او داده است؟ از کرامت ها و نشانه های این مرد سخن میگوییم. این مرد کار میکرد که در ظاهر انسان ها را شگفت زده میکرد. چه قصه ای دارد؟ چه قصه ای دارد خضر با موسی علیه السلام؟ کمی به زندگی موسی علیه السلام باز میگردیم. در برنامه آینده درباره قصه های این نبی سخن میگوییم. خضر و آن چیزهای عجیبی که با نبی خدا موسی علیه السلام گذشت سخن میگوییم. اگر آن را از قرآن بخوانیم میبینیم که عبرت ها و حکمت ها دارد.
در برنامه آینده با ما باشید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص